افسوس که ما زنده بزرگان نشناسیم. بله، او رو در زنده بودنش اطرافیان، اونهایی که باری اقلا کارشان با او افتاده بود، چنین تصور میکردن. شخصا خودی من که باری نخستین وقتی با او سری به سر آمدم، همگی 22 سال داشتم. این سال 1978 بود که در شهر دوشنبه در بینای نو اتفاق نویسنده های SSR در پایتخت کشوری ما کورس کنفرانس ادیبان جوان تاجیکستان میگذشت و من چهره نورانی این مرد جوان پیش از مهلت موسفید شده را دیده در حیرت زدم. بله، او تخمینا 35 یا 40 ساله بود، ولی یگان طوری موی سیاه نداشت و موی سفید رولی جنگیله او با حسن او حسن تازه می باشد و حتی نسبت به سن و سالش جوانتر می نمود. یعنی موسفید جوان. این با مجسمه خیرات، عشق و زیبایی شباهت داشت و تمام رفتار و گفتار و کردارش رو آینده با همون تأثیرات نخستین دریافتم. خداوند به من یک مهربانی پیشه خواست آوردنش محض همین بود که من با این شاه مظفر همکار شدم و بیش از 30 سال او را از نزدیک میدونستم، میشناختم و تا حاضر افسوس میخورم که احترام ایجادی او را به جا آوردن نتوانستم. افسوس. شاید او نه تنها برای من، برای اکثریت اونهایی که او را از نزدیک میشناختند میدونستند تاکید هم میکنند تا حاضر که او یگانه راهبری بود که یگان وقت عصبی نمیشد، آوازش را بلند نمیکرد، یگان کس را مجبور نمیساخت، سخت نمیگفت. ولی باری هم کسی شاهد نشده است که یگان سپارش او اجرا نشده باشد. ولی او قریب تمام عمر راهبر بود، مخصوص در مؤسسه های ایجادی. یعنی ایجادکاران را راهبری کردن بسیار مشکل است، ولی او آنچنان راهبری میکرد که نیافتم. من یگان بار در دوام 30 سال با کسی و نخوردم که او را در کرسی راهبری مذمت کرده باشد. برای همین استاد یکی از شاعران موفق آخر عصر 20 و اول عصر 21 سید جان حکیم زاده او را شاه مظفر نام میبرد و حقیقتا هم همین طور بود. ولی هزار افسوس که خیلی که در آغاز ابراز داشتیم، افسوس که ما زنده بزرگان نشناسیم و همین استاد حکیم زاده را نیز در وقت زنده بودنش به طوری باید شاید نشناختیم، اعتراف نکردیم و به قدرش نرسیدیم. برعکس یک تشویش های به سر او در میدان هم ادبیات و هم سیاست بار گرفت که او با همون جسارت و غیرت و همت ایجادش سر بالا کرده نتوانست. تخمینا 30 سال ولی ایجادی عالمگیر پیش آورد که میتوانست دنیا را به حیرت گذارد. ولی تا حال شعر او را در همه جا میخوانند، دست به دست میگردد، ولی بسیارها نمیدونند که این شعر کیست. مثلا همین دهشت رویاری جنگ شهروندی را با یک احساسات بلند شاعرانه ترنم نموده بود که رگ و پیوند خواننده را با سوزش می‌آورد و در همه جا آن را میدانند، میگویند، تکرار میکنند، ولی اکثریت مردم گویا که شعر کی بودنش را نمیدانند. این بهار از یاله ها خون میچکد. ولی افسوس و باز هم هزار افسوس که این برای ما مردم از اصلش عادت شده است که یکی از شاعران بسیار روشن عصر 20 غفار میرزا محض همین پهلوی زندگی مردم ما رو به تصویر کشیده چنین
گیله پیش می آورد. یک عادت تاجیک است ملعون، تا زنده جانت می خراشند، با مرگی به آبرو بمیری، در روز تو بود می تراشند. که بازم ما بعد همون رحلت هم نه همه مورد دیگر امکانی شناختن و درک و اعتراف بزرگان زمان را به دست میاریم یا درک میکنیم و یا پیشنهاد میسازیم. از موضوع دور رفتیم، چون که این تو درد کهنی مردمی ماست. برمیگردیم به اعتراف شخصیتی گفتی استاد حکیم زاده شاه مظفر. بله، او رو رفیقانش، اطرافیانش، اکثرا پیوندانش هم شاه گفتن نام می بردن و بسیاری موردها شنونده ها میگفتن کدام شاه در نظر داریم و از روی تعبیر همین استاد حکیم زاده میگفتن که شاه مظفر. بله، استاد شاه مظفر یادگاری حقیقتا هم شاهی مظفر بودند. و در این باره یک فرموده دوستی بسیار قرینشان باز هم همین شاعری شیرین سخن سعید جان حکیم زاده در 50 سالگی شاه مظفر یادگاری یک ایجاد پیشنهاد کرده بودند که تا حالا در یاد خاطری همون شخصیت هایی که در جشن زادروز استاد شاه مظفر اشتراک داشتند، یعنی دامون 40 سال مقدم، اون را از یاد میدونن و قریب در همه جا میخوانند. او به دریای سخن خود را شناور ساخته است، خاندانش را پر از دیوان دفتر کرده است. بیشتر از حاجیان باشد نماز پای او، در لب دامان مادر حج اکبر کرده است. زندگانی را شمارد صحن بازی حلال، او به این بازی تمام عمر باور کرده است. او نمی افتد زمین برهای مردان بزرگ، تا حقیقت را برای خویش منبر کرده است. برف اول در سر او گویا باریده است، خویش را با قوله پامیر برابر کرده است. پادشاهان را ز شمشیر است اگر امید فتح، با قلم او خویش را شاه مظفر کرده است. او حقیقتا هم مجسمه زنده خیرت، عشق و زیبایی بود، ولی هزار افسوس که ما او را تنها چون یک شاعر، چون یک نویسنده یا چون یک قلمکش زمان دیده توانستیم و بس، و او را چون یک شخصیت، چون یک راهبر، چون یک انسان بزرگ تا امروز من حس میکنم که درک نکردیم. او سر تا به پا خیرت بود، عشق و زیبایی بود. یک فرموده او را که استادی روانشاد آدینه هاشم میخوند، تا حال وقتی که یادآور میشویم که فرموده شاه مظفر یادگاری است، بسیاری میگن این از کلاسیکان است. بله، استاد شاه مظفر یادگاری هم کلاسیک بود. کار امروز به فردا نگذار، که فردا را شمار دیگری هست. در این راستا هزاران صاحب قلم را ما میدونیم، ولی موفق ترین آنها در این تاکید، در این حکمت پیش آورده، محض شاه مظفر ما استاد روانشاد شاه مظفر یادگاری بودند. او در آخر عمرش 1 سال پیش از رحلتشان یک بار 2 اثر کلان حجم را پیشنهاد خواننده زمان ساختند که همه خواننده را در حیرت گذاشتند. اگر او هنرش را تنها یعنی در میدان ادبیات میگذراند، او یکی از موفق ترین شاعران زمان و از موفق ترین
قلمکشی عصر بودند که با چند اثر ماندگارشان این را اثبات ساخته. ولی وقتی که راهبری کالکتیوی محتشم و بسیار صاحب احترامی همون زمان را به اختیارش واگذاشتند، او پیش از همه در همین روند مسئولیت حس میکرد و تا نفقه که او هم در ولایت و هم در جمهور راهبری کلانترین روزنامه های مملکت را آورده داشت، از آن جمله جمهوریت رو، تمام قوت غیرت ایجادش را در شکل گرفتن همین روزنامه ها گذراند و او را اصلا در این راستا افسوس که تنها همون هیئت های ایجادی میدونستند که با او کار میکردند. او را در کوچه چون یک موسفیدی اندیشمند میشناختند که همیشه در لب سیگار داشت و با اندیشه در کوچه های شهر قدم میبرداشت و گویا از خیال هیچ وقت کنده نشده بود. ولی در کرسی راهبری شخصا خودی من که در دامن 50 سالی در کالکتیوهای ایجادی فعالیت داشتنم باری به چنین راهبر وا نخوردم. ولی افسوس، هزار افسوس که ما بازم تاکید می‌داریم از همین فرموده های حکیمانه میدان ادبیات همون که افسوس که ما زنده بزرگان نشناسیم، آنگاه شناسیم که گویند کجا شد. ولی این خامکاری ما هیچ انتها ندارد.